سلام و عرض ادب خدمت کاربران جزیره. امروز میخوام بهتون یاد بدم چطوری اولین 1,000,000 تومان جزیرتون رو تو کمتر از نیم ساعت به دست بیارید. بهترین چالش های جزیره تو بخش دریافت طلا هست که مبالغش به 100,000 تومان به ازای هر انجام چالش میرسه. کافیه بعد از وارد شدن به جزیره بر روی دسته‌بندی دریافت طلا کلیک کنید. منتظر لود چالش‌های جاری دریافت طلا باشید. چالش‌های دریافت طلا اینطوریه که به صورت قراردادی با سایت‌های میلی و ملی گلد است. اینطور که ما به ازای چالش‌ها 20 تا 30 هزار تومان به شما پرداخت می‌کنیم و سایت‌های میلی و ملی گلد بین 70 تا 100 هزار تومان هم اونها میدن. یعنی حداقل دریافتی شما از چالش‌های طلا 30,000 تومان نقدی از طرف جزیره هست و مقدار 5 سد از طرف ملی گلد و 5 میلی گرم از طرف وبسایت میلی هستش که حدوداً هر چالش شما رو به 100,000 تومان میرسونه. چطوری باید انجامش بدید؟ کافیه بعد از اینکه وارد بخش چالش ها شدید روی مشاهده چالش بزنید. اولا که راهنما کاملا براتون هستش، خیلی راحت میتونید بخونید و طبق راهنما پیش برید. با این حال من یک بار مسیر رو براتون باز میکنم، میگم دقیقا باید چیکار کنید که بتونید حتما این مبالغ رو بگیرید و تصفیه بزنید. بعد از کلیک بر روی انجام چالش حتما باید وی پی ان تون خاموش باشه، وگرنه با همچین اروری مواجه میشید. من میام وی پی ان رو خاموش میکنم، مجدد اقدام میکنم که سایت برام باز بشه. وی پی ان که خاموش باشه سایت براتون باز میشه. نگاه کنید اگر از داخل جزیره نیاید کد دعوت رو اینجا براتون ثبت نمیکنه. من از جزیره اومدم، کد دعوت من ثبت شده، حتما باید این کد دعوت اینجا خورده بشه. به خاطر همین مهمه که حتما از داخل جزیره بر روی انجام چالش کلیک کنید. بعد از کلیک روی انجام چالش میاد تو ایجاد حساب کاربری. شما شماره تلفنی که با کد ملیتون تطابق داره رو وارد میکنید. چون من یک بار مسیر رفتن احتمالا برام باز نکنه، خب ولی خب مجدد این کارو میکنم. قوانین رو تایید کنید و تایید و ادامه رو بزنید. براتون یک کد ارسال میکنه. کد فعالسازی رو که وارد کنید وارد بخش سوم میشید. یک رمز عبور برای خودتون ست کنید. رمز عبور میگه باید قوی باشه. میتونید یعنی باید یه سری از حروف و غیره حتما داخلش به کار رفته شده باشه. یه رمز عبور قوی وارد کنید طوری که این سبز بشه. برید تو قسمت احراز هویت. داخل بخش احراز هویت نام خانوادگی، تاریخ تولد و کد ملی. شماره موبایل هم که عقب دادید، کد ملی باید با شماره همراه تطابق داشته باشه. بعد از وارد کردن اینها تایید و ثبت اطلاعات رو بزنید. وارد صفحه بعدی میشه. وارد این صفحه که شدید کافیه بیاید بخش پروفایل و اسکرین بگیرید و این اسکرین رو داخل جزیره برای ما به این صورت آپلود کنید. میایید اینجا اسکرین شات اضافه کنید و بزنید. اسکرین رو انتخاب کنید. تصویر با موفقیت انتخاب شد. روی انجام شد بزنید. تو این لحظه 30,000 تومان از طرف ما به کیف پولتون واریز میشه که پیغامش این بالا میگیرید و مبلغ 80 تا 100 هزار تومان هم از طرف میلی به حسابتون واریز میشه که میتونید تو بخش موجودی ببینید. یعنی 5 میلی 60,000 تومان حالا اینجا من مصرف کردم، این رقمش معمولا بالاتر. این رو چطوری میتونید از میلی دریافت کنید؟ بیایید داخل بخش فروش مقدار طلایی که دارید رو، مقدار طلا به میلی گرم 5 میلیه، روش بزنید اینجا میاره. بزنید تایید و ادامه رو کلیک کنید. تایید فروش میلی رو بزنید. همون لحظه طلاتون داخل کیف پولتون میره. بیاید داخل کیف پول مبلغ رو، این صفحه مجاز رو بزنید، کل مبلغ رو میذاره. شماره شباتون رو همینجا وارد کنید
و بر روی ادامه و تصفیه بزنید. بین کمتر از 1 تا 2 ساعت این مبلغ هم به کیفولتون میاد. این شدش اولین 100,000 تومان شما. ولی خب محدودیتی تو انجام این چالش ندارید. به طور مثال اگر داخل منزلتون 4 نفر هستن، یعنی خانواده شما یک خانواده 4 نفره است، با هر گوشی و هر کد ملی میتونید 100,000 تومان بگیرید. این 100,000 تومان تو طلای رایگان ملی گلد هم بهتون پرداخت میشه. یعنی شما به ازای انجام این دوتا چالش برای خودتون و اعضای خانوادتون از طریق اپلیکیشن جزیره میتونید راحت در عرض کمتر از نیم ساعت اولین 1,000,000 تومان خودتون رو تصفیه کنید.